قاعده مسلمان ها و قاعده اهل سنت و الجماعت خلاف قاعده مشرکین است. مشرک ها میگفتند که لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر این دین مقدس اسلام، این قرآن اگر خیر میشد، یعنی اینها از ما پیش نمیگذاشتند. کی را در نظر دارم؟ بلال و صهیب و خباب ابن ارت و بعضی صحابه های کمبغل و ضعیف را در نظر داشته میگفتند که لو کان خیرا ما سبقونا الیه، اگر این قرآن و این دین مقدس اسلام خیر میشد، اینها از ما پیش نمیگذاشتن. ما که در نزد الله تعالی آبرو داریم، الله ما را هدایت میکرد گفتن. و حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه در زیر همین تفسیر گفتن که عقیده اهل سنت و الجماعت، عقیده هر یک مسلمان خلاف عقیده مشرکا هست. میگویند که مسلمان ها لو کان خیرا لسبقونا الیه، اگر این کاری خیر میشد آنها از ما پیش میگذاشتن، یعنی صحابه ها، پیغمبر صلی الله علیه و